عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان. دوستان تو این جلسه میخوام فرق اظهارنامه عادی و تبصره صدر رو با ذکر یک مثال خدمتتون توضیح بدم. ببینید دوستان، میخوایم یک اظهارنامه عادی، یک اظهارنامه تبصره صدر رو با هم مقایسه کنیم. خب من اول میرم سراغ اظهارنامه عادی که ببینیم چجوری پر شده. خب من وارد حساب مشتری میشم. ورود به درگاه میام قسمت پرونده‌های مالیاتی. ما برای این پرونده اومدیم یک اظهارنامه عادی پر کردیم. روی این کلیک میکنم. برای سال 1401 ما اومدیم یک اظهارنامه عادی پر کردیم. خب من روی نمایش کلیک کنم. خب قسمت اول که نوع فعالیت رو فقط باید بزنیم. میام قسمت محل و نوع فعالیت، قسمت حساب‌های بانکی هم که هیچی، سوالات. خب اینا رو ما پاسخ دادیم، فقط مورد استیجاری شده بله. قسمت اطلاعات مالکین هم که اومدیم مالک رو تعریف کردیم، موجودی مواد کالا نداشته، اموال و دارایی‌های شغلی نداشته، صورت درآمد و هزینه. خب ببینید دوستان، ما اومدیم قسمت این پایین مبلغ کارتخوان رو دقیقاً به عنوان فروش کالاش در نظر گرفتیم. چون شغل ایشون کبابی هستش، این مبلغ رو داخل فیلد فروش کالا قرار دادیم و اگر شغلش خدماتی باشه باید درآمد حاصل از ارائه خدمات اینجا قرار بدید. خب ببینید اینجا هم مبلغ کارتخوان داشته دوستان، هم مبالغ واردی به حساب‌های تجاری در ثبت نام. ما اومدیم مبلغ کارتخوان رو عیناً گذاشتیم به عنوان فروش کالاش. خب خرید کالاشو 580 میلیون تومان زدیم. اینا دوستان طبق اظهارات خود مشتری بوده. هزینه اجاره محلش رو محاسبه کردیم 120 میلیون تومان در سال. هزینه حقوق و دستمزد، هزینه کارگرایش رو 108 میلیون تومان در سال قرار دادیم. هزینه آب برق گازش رو در سال 20 میلیون تومان و سود خالصش شده 69 میلیون خورده ای. خب میایم قسمت بعدی، پرداختی که نداشت. قسمت بعد محاسبه مالیات. خب ببینید دوستان 69 میلیون خورده ای سودش شده. ما اومدیم از معافیت ماده 101 براش استفاده کردیم به مبلغ 396 میلیون ریال و مالیات شده 4 میلیون و 476 هزار تومان. خب قسمت بعدی تهیه کننده اظهارنامه که معدی است و پرداخت. اومدیم اینجا توی 6 تا قسط تعریف کردیم، در واقع مبلغش رو 40% مبلغ مالیات رو اومدیم اینجا قرار دادیم و الباقیش هم توی 6 تا قسط تعریف کردیم و ثبت نهایی هم که میبینید اظهارنامه کد رهگیری گرفته و صادر شد. چاپ اظهارنامه دوستان از همین قسمت میتونید اظهارنامه‌شو اینجا چاپ بگیرید و لیست قبوز هم اینجا هستش. روی این گزینه کلیک میکنید، چاپ قبوز رو میزنید و قبض‌هاش هم پرینت میگیرید. با این شناسه 30 رقمی دوستان میتونه از طریق آبربانک پرداخت کنه، با شماره حساب شماره کارت هم میتونه از طریق بانک پرداخت کنه. این قسمت هم تاریخ سررسید رو زده که مهلت پرداخت هر قبض تا چه تاریخی هستش. این قسمت هم مبلغ قبض. خب میبینید که 7 تا قبض اینجا صادر شده، یکی برای پرداخت 40% مبلغ مالیات و الباقی هم برای 6 تا قسط بعدی که هر ماه باید پرداخت بشه. خب دوستان این از اظهارنامه عادی. خب من از سامان خارج میشم و بریم سراغ اظهارنامه تبصره صدر که برای یکی از مشتریای دیگه‌مون پر کردیم. خب این کد رو میزنم، ورود، میام قسمت پرونده‌های مالیاتی برای سوپرمارکت، روی ارسال اظهارنامه کلیک میکنم. خب ببینید دوستان برای سال 1401 ما از فرم تبصره صدر برای ایشون استفاده کردیم. نمایش رو میزنم. ببینید دوستان 2 میلیارد و 72 میلیون تومان مبلغ دستگاه پوزش بوده که ما عیناً این مبلغ رو اومدیم توی فیل قرار دادیم و مالیات مقطوعش 20 میلیون تومان شده. خب قسمت بعدی هم ما اومدیم این مبلغ 20 میلیون تومان رو توی 5 تا قسط تعریف کردیم و از قسمت لیست قبوز میتونید اینها رو پرینت بگیرید. 5 تا در واقع 4 میلیون تومان که میشه 20 میلیون تومان. خب حالا میخوام فرق اظهارنامه تبصره صدر و اظهارنامه عادی رو خدمتتون بگم. خب من وارد حساب یکی دیگه از مشتریان میشم. ورود، میام قسمت پرونده های مالیاتی.
خب میوه فروشی. خب ببینید دوستان، میوه فروشی هستش. من روی ارسال اظهارنامه کلیک میکنم. خب اول بیایم اظهارنامه سال 1400 رو بررسی کنیم. ببینید دوستان، برای سال 1400 اومده اظهارنامه عادی پر کرده. من این رو میزنم ببینیم که درآمدش رو چقدر اعلام کرده. خب ببینید دوستان، فروش کالا رو زده 123 میلیون خورده ای. اومده خرید کالا رو زده 102 میلیون تومان. سایر هزینه 2 میلیون و 500 هزار تومان. سودش شده 18 میلیون و 395 هزار تومان که مالیات در واقع این مبلغ، مالیات سود خالص در واقع اومده شده 2 میلیون و 756 هزار تومان. از معافیت ماده 101 که میتونست استفاده کنه که استفاده نکرد و به احتمال زیاد خود شخص اظهارنامه رو برای خودش پر کرده. خب حالا کاری نداریم دوستان. ببینید طبق اظهارات خودش مالیاتش شده 2 میلیون و 756 هزار تومان که این مبلغ هم پرداخت کرده. اگر ما بیایم قسمت قبض‌های پرداختیش، ببینید دوستان، مشاهده قبض‌های پرداخت 2 میلیون و 756 هزار تومان اومده پرداخت کرده. این مالیاتش هم دوستان اومده اینجا پرداخت کرده، ولی براش مدتی بعد برگ تشخیص اومده و مالیاتش رو 33 میلیون تومان در واقع برگ تشخیص اومده. یعنی گفته با توجه به در واقع، اجازه بدید من اظهارنامه‌شو باز کنم. گفته با توجه به در واقع این 123 میلیون تومان تراکنش کارتخوان شما باید 32 میلیون تومان پرداخت کنین. حالا 2 میلیون و 750 تومان شو اینجا پرداخت کردین، الباقیشو باید پرداخت کنید که میبینید اینجا در واقع مؤدی اعتراض هم ثبت کرده اینجا به مبلغ 32 میلیون تومان. پس دلیل این که ما میگیم تبصره 100 به نفع مؤدیه همون پذیرش مالیات مقطوع هستش. حالا بیایم برای سال 1401 دوستان نگاه کنیم ببینیم مالیاتش چقدر اومده. ببینید دوستان 1 میلیارد و 930 میلیون تومان ایشون تراکنش داشتن برای میوه فروشی که مالیات مقطوعش 20 میلیون تومان اومده. پس اینو مقایسه کنید با سال قبلش. سال 1400 اظهارنامه داده، توی اظهارنامه جوری تنظیم کرده که مالیاتش بشه 2 میلیون و 750 تومان، اومده 2 میلیون و 750 تومان هم پرداخت کرده، ولی بعد از مدتی برای تشخیص مالیات براش اومده و اداره دارایی تشخیص داده که 32 میلیون تومان این شخص باید برای سال 1400 پرداخت کنه که حالا اعتراض هم ثبت کرده، ممکن اعتراضش قبول بشه یا قبول نشه. ولی برای سال 1401 با مبلغ 1 میلیارد و 930 میلیون تومان مالیات شده 20 میلیون تومان. پس این به نفع مؤدی هستش. پس اینجا خودتون دوستان تو این مثال متوجه شدید که فرق تبصره 100 با اظهارنامه عادی چیه. توی اظهارنامه عادی تعیین مالیات رو میذارید بر عهده اداره دارایی که معمولا خیلی بیشتر محاسبه میکنه. توی تبصره 100 شما توافق میکنید با اداره دارایی و مالیات مقطوع رو پرداخت میکنید. دقیقاً مثل همین مثالی که خدمتتون عرض کردم. برای سال 1400 با مبلغ 123 میلیون تومان مبلغ کارتخوان در واقع مالیاتش اومده 32 میلیون تومان برگ تشخیص اومده، ولی برای سال 1401 برای 1 میلیارد و 930 میلیون تومان تراکنش دستگاه کارتخوان مالیاتش 20 میلیون تومان اومده. پس این فرق تبصره 100 هست با اظهارنامه عادی. توی تبصره 100 مالیات مقطوع پرداخت میشه و پرونده مالیاتی شخص بسته میشه و همین مبلغ مالیات قطعی میشه، ولی توی اظهارنامه عادی هر مبلغ مالیاتی که اونجا تعیین بشه دوباره اداره دارایی حق اینو داره که بیاد بررسی کنه، مبالغ واردی به حسابهای این شخص رو و مالیاتش رو خودش تعیین کنه. پس این که ما میگیم دوستان تا میتونید از تبصره 100 استفاده کنید برای مشتریاتون، دلیلش این بود. امیدوارم که موفق و مایل باشید. تا جلسات بعد، خدا نگهدار.